اینجا که میبینین آرامگاه سعدیه. روبرو مستقیم که نگاه بکنین شیراز هستیم، آرامگاه سعدی. این هم خود آرامگاه سعدی از دوره. کوههایی که اطراف ما هست تا تپه تلویزیون، خود سعدی، آرامگاه سعدی. این هم خونه‌هایی که تازه بعد از 100 سال یواش 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 تو سعدی داره خونه میشه. بعضی از خونه‌هایی که اینجا شما الان دارین میبینین خیلی قدیمیه، مال حدود 1350 تا 57، ولی هنوز سرپا هستن. ولی حضرت سعدی، حضرت اجل مال 700 سال پیشه که الان دور، تقریبا 1 کیلومتر با من فاصله داره. درختاش میبینین، درخت کاجان قشنگ میبینین، کوهایی که بغلشه میبینین، چراغاش که روشنه قشنگ مشخصه، کوههای اطرافم کاملا مشخصه. و کل چیزایی که من الان دارم به شما نشون میدم عصر غروبه. ولی خب باز میخوام اینه بگم که واقعا شهر شیراز شهر ادبه، شهر انسان، شهر آقایونی که مشکل یا گرفتاری دارن بیان خونه ما بفرماین شیراز، ما در خدمتشون هستیم. ما شیرازی ها مهمون نواز و در خدمت همه مردم جهان هستیم، در خدمتتون هستیم. چه از کشور اروپایی، آسیایی، آمریکایی، هر کشوری که دوست داره میتونه مهمان ما باشد. اینم غروب غمگین و غروب عصر شیراز. اینم کفتربازای شیراز که کفترهاشون هوا کردن به هوای اینکه کمی از اندوه و ناراحتیشون کم بشه. کفترانم ببینین قشنگ. آه. آه. موفق باشید، کار درست و سلام.